درود بینندگان عالی قدر، همگان خبر دارید در ناحیه قدیمی بایسون ولایت سرخندریا که در احاطه کوههای سرسبز و آسمانبوس قرار دارد و با طبیعت دلفریب، تاریخ کهن، میراث غنی فرهنگی، منظره های دلکش، هوای مصفا و آب و گیاه های شفابخش خود شهرتیار گردیده است، موسم 13 جشنواره بین المللی فولکلوری بهار بایسون برگزار گشت. حضرت مولانا جلال الدین رومی خیلی درست فرمودند: در تمام مردم روی زمین دوستی کن بهترین دین است. در حقیقت دوستی، مهر، محبت در کشور ما حتی به درجه سیاست بالا رفته است. در حقیقت کشوری که در آنجا مهر است، محبت است، در آنجا آبادی هست، آزادی هست. فستیوال بهار بایسون هر 2 سال یک بار برگزار می شود. البته چند سال است که این البته تاریخ دارد. سال به سال این فستیوال گویا که باز شکوه شهامت خیلی بلند کردی گذرانده می شود. این سال بهار بایسون نشان داد که کشور ما تا چی به اندازه نسبت مردم، عنعنه‌های مردمی، فولکلور مردم اعتبار دارند. فستیوال بیشتر فرهنگ مردمی گفتم ممکن، چون مردم ما از قدیم همه خیلی عادت‌های دارند، رسم و رسوم‌های دارند که اون رو بعضا میشد که ما در سالهای قبل به فراموشی رفته بود. اما این سالها باز به همین چیز اعتبار، یعنی طرز پوشیدن لباس‌های مردمی، طرز زندگی رو به طرز ملی برقرار کردن و بعضی کار و فعالیت‌هایی که خصوصا در بایسون بر این یک جاهایی که تاریخ قدیمی دارد. مثلا ما بایسون نقض می‌دانیم که این یک موضعی است که چون بخارا، چون سمرقند، چون خرچی از جمله مرکزهای خیلی مهم است. در این خصوصا در بایسون چون آهنگری یا که مثلا کسب و کارهای مردمی خیلی پیش رفته بود. از جمله بعضی اشیاءهایی که برای کشاورزی استفاده می‌شدند یا که برای چی همه مردم بایسون اصلا طبیعتا مردم بسیار ایجادکار بودند. آنها حرکت می‌کردند که در فعالیت خودشون همیشه با همه فرهنگشون اعتبار دهند. این فستیوال همچون رمز احیای عنعنه‌های ملی، حفظ میراث فرهنگی و تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین ملت‌ها اهمیتی بزرگ دارد. فستیوال با اشتراک اهالی محلی، هنرمندان، صنعتکاران، جوانان و مهمانان از منطقه‌های گوناگون در فضای ایدانه برگزار گردید. فستیوال بایسون بهاری یکی از جالبترین و رنگینترین عنعنه‌ها و جشن‌های ملی ما به شمار می‌رود و آنجا یک نوع عنعنه‌های قدیمه، رقص و بازی، ترانه و هنرهای مردمی را خلق ما به نمایش می‌گذارند و از دیدن آن انسان بسیار خوشحال می‌شود. یک نوع حسی وطن دوستی، حسی شکرانه در دل انسان پیدا می شود که واقعا خلق ما از قدیم تا به امروز ارزش های ملی خود را حفظ می کند، پاس می دارد و ادامه می دهد و انسان یک آرزو، امید و تمنای خاصی به دلش پیدا می شود که به همین گونه وطن زندگی می کند و پاس داشتن چنین ارزش های ملی خود، جشن و عنعنه های ملی خود برای هر یکی ما این همچون یک ویرد، همچون یک وظیفه تبدیل یافته است. شرافت همین فستیوال بایسون بهاری به همان روزها یک غزل بهاری ایجاد کردم: بیار باده کنوشم برغم کین دل، ملول و خستم از جنگ عقل و دین دل، بیا که عشق بیورزیم و کامران باشیم، بکن سمند فرح را لجام و زین دل، زیومن بخت و سعادت بخوان فقط و فقط، ترانه های نو و نصرت آفرین ای دل، به 7 بزم خرد 7 سین تازه بیار، ز شاهنامه سرا و ز 7 سین دل، خجسته مختم نوروز را عزیز شمار، بساز فاصله ها را به هم قرین دل، بکن به قصد همه گیرومان قسمت تلخ، خطی سیاه جبین را خطی زرین دل، بیا ز 6 جهت از کهنگی رها باشیم،
شکست و بستی نظر را بکن نوین دل. رسید فرصت ایام نازنین حالا، هزار شکر از این ماه فرودین دل. از آن صلح و رفاحت بخوان به گوش فلک، بگوی تهنیت کل آدمین دل. در جریان چاره‌بینی عرف و عادت‌های قدیمه، لباس‌های ملی، هنرهای مردمی و طعام‌های سنتی خلق‌های ساکن منطقه به نمایش گذاشته شدند. خصوصاً برنامه‌های فولکلوری و سرود و رقص مردمی توجه اشتراکچیان را بیشتر جلب نمودند. از فستیوال بهار بایستون ما بسیار تأثیرات خیلی خوب گرفتیم. ما در آنجا رفتیم، با آن اشتراک کردیم. در آنجا بسیار همون هر گونه ملت ها در آنجا همون چیزهای ملی خودشان را نشان دادند، خوراک های ملی خودشان را با لباس های ملی خودشان رقص ها کردند در آنجا و هر گونه بازی های ملی در آنجا تشکیل دادند و ما آنها را دیده بسیار خرسند شدیم، از آنها بهره‌مند شدیم و باز در آنجا از تاشکند هر گونه در مرکزهای ملی نمایندگان مرکزهای ملی آمدند و با آنها نیز شنا شدیم. در آنجا بسیار تأثیرات های خیلی زیاد به ما گذاشت و ما از اینکه در آن فستیوال اشتراک کردیم بسیار خرسند هستیم. در دایره فستیوال راهبر و وکیلان کمیته مناسبت‌های بین‌المللی و مسائل هموطنان برون مرزی با نمایندگان مرکزهای ملی و مدنی با کارهای عملی شونده در جماعت شهروندان محله آرال ناحیه ترمیز و جماعت شهروندان محله اولاد ناحیه بایسون شناخته شدند. 2016 yildan boshlab millatlarga bo'lgan munosabat tubdan isloh qilinib o'zgardi. Shu jumladan Surxondaryo viloyati Turkman milliy madaniyat markazi va boshqa milliy madaniyat markazlariga ham juda ham katta yordamlar beradi. Ayniqsa 2022-yildan boshlab subsidiyani berilishi bu millatlararo totuvlikni ham jipslashtirdi, ham aynan har bir millatning rivojlanishiga, ularning milliy urf-odatlarini tiklashga, shu bilan birgalikda milliy kiyimlarni, shu bilan birga ularning o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan san'atini ham takomillashga olib keldi. Biz O'zbekistonda barcha millatlar qatori tengmiz. Millatlarni urf-odatlarini, ularning tarixiy an'analarini tiklashda O'zbekistonga teng keladigan davlat yo'q. Shuning uchun ham men juda ko'p aytaman. Men turkman o'g'li bo'lsam ham O'zbekiston farzandiman. باید گفت که آرال یکی از محله های پیشقدم ناحیه به شمار می رود. اهالی محله از زندگی خود ممنونند، زیرا آنها از امکانیت هایی که در مملکت برای بهبودی سطح زندگی اهالی فراهم می گردند با ثمر استفاده می برند. ما با همراهی استادانمان از جانب یونیورسیته به ناحیه بایسون محله اولادان کوچه کوکسای تشریف بردیم با همراه استادانمان و یک چند تا دختر. در آنجا ما با عرف و عادت، عنعنه، خوراک‌های ملی، لباس‌های ملی مردمی دهه آشنا گردیدیم. در روی میز همون طعام‌های ملی مردمی دهه گذاشته شده بود که آنها را با دستای خودشان آماده کرده بودند. ما گلدختران نیز از آنها خیلی بهره‌ور شدیم و یکی از نکته‌های اساسی باید قید کنیم که در اینجاست که ما در این جشنواره با مهمان‌ها روبرو شدیم. مهمان‌هایی که رئیس ملی مرکزهایی که از تاشکند تشریف آورده بودند، ما با آنها واخوری کردیم و با گلدختران در دست با نان و نمک و با دسترخوان ملی تاجیکی آنها را پیشواز گرفتیم و با ما تاثیرات خیلی خوب باقی گذاشت این جشنواره. مقصد و هدف از تشریف بردن به این دهه، به این محله این بود که ما عرف و عادت و عنعنه‌های مردمی این دهه را از نزدیک آشنا شدیم. البته درست است که ما به خیلی جایها، به خیلی جشنواره‌ها، به خیلی زیاد محله‌ها تشریف بردیم، لیکن این محله به ما تاثیرات دیگرگونه باقی گذاشت. قسم زیادی مردم این محله دوردست تاجیک زبان ها هستند. در محله کودکستان و مکتب تعلیم عمومی فعالیت دارد. بیش از 2700 نفر اهالی محله اهل و اتفاق umur به سر میبرند. Bizning mahallamiz tog'li hududda joylashgan.
3000 dan ortiqroq nafar aholisi bor. 503 nafar uchta xonadoni bor. Bizning mahallamizda asosiy driver asalarichilik, bog'dorchilik, keyin chorvachilik hisoblanadi. Bizning mahallamizda 80-90% aholi tojik millatiga mansub. Hammamiz mana shu mahallada birdamlik, totuvlik bilan hamjiyat bo'lib yashayapmiz. Davlatimiz tomonidan qulayliklar ko'p yaratilyapti. Mana 80-90% ko'chalarimiz asfalt qilingan, sharoitimiz juda yaxshi. Davlatimizda qilib berayotgan imkoniyatlardan xalqimiz juda minnatdor. در حدود مسئله های مربوط به حفظ و نگهداری عرف و عادت و عنعنه های ملی ملت های گوناگون اینچنین کارهای عملی شونده جهت تربیت نسل جوان در روحی دوستی و تحمل پذیری بین ملت ها مورد بررسی قرار گرفتند. Boysun tumanidagi Avlod qishlog'ida jamlangan ekanmiz. Ushbu qishloqning aholisi juda mehnatkash, hunarmand, ahil, bir-biri bilan totuvlikda, do'stlikda yashashligi o'zi ibrat namunasidir. Xohlaymanki, mana shu Avlod qishlog'idagi aholiga o'xshab barcha tumandagi, barcha respublikamizdagi xalqlar shunaqa totuvlikda, shunaqa go'zal ayyomlarda xursandchilik qilib, shukronalik qilib yashashlarini orzu qilib qolmoqchiman. Do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas esa vayronadir koshona ham. زمینه مادی تکنیکی محله، فعالیت گروه های ایجادی و محفل ها، اینچنین تجربی آنها در سمت تشکیل چاره‌بینی های گوناگون فرهنگی، معرفتی، مورد شناسایی قرار داده شد. دایر و باز هم بیشتر دستگیری نمودن فعالان محله، هوسمندگردانی تشبس‌های آنها و تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین ملت‌ها در حدود توصیه و دستورهای داخلدار داده شدند. درست آمد که ما با یکی از جاهای بسیار قدیمه که با نام محله اولاد میگویند، اونجا خودش اگر رفته نگاه کنید، اگر هر کسی که بیننده به حیرت میافتد که مردم چه جاها رو برای زندگی خودشون انتخاب کردین. مثلا من راستی که شعری همون استاد لایق شعری به یادم آمد که میگویند که عجب رسم است رسم آدمی زاد که هر دم میکند یک نغمه ایجاد، یکی در خله سازد آشانه، دیگر از خله هیزم میکشاند. راستی هم همین کسایی که آمده دیدن در حیرت موندن که یک جاهایی که بسیار ناهموار کوهی بود، در اونجا مردم خانه ساختند، با کسب و کارهای بسیار عجایب مشغول میشن، عسل پروری میکنند، باغداری میکنند، همشون زندگیشون بسیار زیبا بود. برای مهمانان خیلی پسند اومد. آنها باز بغیر از این ما به همون بیشتر هنرهای دستی خودشون رو اونجا نشان دادن. برای بیننده ها خیلی خوشایند بود راستی گپ. برای همین من فکر میکنم که امسال فستیوال بهار بایسون برای همه ما همین قدر فراموش نشونده بود که خیلی وقتها ما باید این فراموش نخواهیم کرد. با یک سخن جشنواره بین المللی بهار بایسون همچون پلتفرمی مهم در حفظ و ترغیب میراث غنی فرهنگی ازبکستان خدمت می‌کند. توسط این چاره‌بینی عنعنه‌های ملی در سطح بین المللی معرفی می‌شوند. Boysunda juda katta bayram bo'lyapti, to'y bo'lyapti. 39 ta mahallamiz bor. Shulardan bittasi mana Avlod mahallasiga tashrif buyurdilaring. Suraypa mana Boysun bahori festivali hattoki xonadonlarga ham kirib borayotganligini ko'rib turibmizda. Bu xonadonda mana hozir gilamlar, har xil hunarmandchilik buyumlari ko'rgazma sifatida namoyish qilib turibdi. Chunki bevosita bugun bahor festivali, ya'ni Boysun bahori festivaliga nafaqat yurtimizda turli chekka hududlardan, balki xorijdan ham tashrif buyurgan albatta sayyohlar, mehmonlar ham tashrif buyurishgan. Shu munosabat bilan bizda mana shu mahalladagi ayollarimiz ham o'zlarining ishlarini ko'z-ko'z qilgisi kelishdi chet elliklarga. Bu mahallada gilamchilik bilan shug'ullanadi ayollar. Bu yerda o'sha jum matolardan, paxta matolaridan foydalanishadi. Boysunda o'sha gilamchilik saqlanib qolgan. Mana bu yerda azaldan bir avloddan avlodga o'tib keladigan hunarmandchilikning yana bir namunalaridan biri bu kashtachilik. Kashtachilik. Bu kashtani o'ziga xosligi nimada?
kashtani xosligi bu har bitta kashtada bilasizlar o'sha yurtni, o'sha joyni ornamentlari bor, o'sha tabiati bor. O'sha kelinchaklar tikkanida balkim g'ami, xursandchiligi ifoda etilgan. در دایره فستیوال نمایش‌های هنرهای مردمی، مسابقه‌های ملی، برنامه‌های تئاتری و محفل‌های ادبی برگزار شدند. هنرمندان محلی محصول دستان خود را از جمله گلدوزی، کلالگری، چوب تراشی و دیگر نمونه‌های صنعت مردمی را به معرض گذاشتند. این اقدام برای رشد سیاحی و معرفی فرهنگ بای منطقه نیز مساعدت می‌نماید. البته این فستیوال برای هر یک جوان خیلی روحیاتی بلند می‌بخشد. این فستیوال ها بسیار به ما روحیاتی زیبا بخشید و اشتراک ما در این فستیوال فراموش نشونده شد. از جمله در آنجا عرف عادت‌های ملی خلق ازبکستان را باز یک بار خلق‌ها دیده برآمدند و در آنجا مهمان شدند. این برنامه خیلی جالب گذشت و می‌خواهیم که باز در این برنامه‌ها اشتراک نماییم و عرف و عادت‌های ملی خود را به نزد خلق‌ها نشان دهیم. در این خاک، در این مزرعه پاک بجز عشق، بجز مهر دیگر تخم نکاریم. در حقیقت سیاست امروزه دولت ما خیلی خوب است که فقط تلقین برای آن است که مردم ما خوب و خوش باشند، با دوستی و رفاقت زندگی کنند، عنعنه‌های خودشان را فراموش نکنند. مهمتر از همه جشنواره برای تحکیم منبعی موقع ازبکستان در خریطه فرهنگی جهان مساعدت می نماید. در دایره چنین جشنواره ها به دهه و محله های مسکون ملت های گوناگون تشکیل نمودن سفرها باشد برای باز هم بلند برداشتن اعتبار چاره‌بینی، همچون جشنواره دوستی، همجهتی، همدیگر فهمی و صلح و ثبات خدمت خواهد کرد. Baysun ko'ktemi qutli bo'lsin. Bahoriy Boysun muborak boshlab. Bayramimiz qutlug' bo'lsin. Boysun bahori muborak. Boysun bahori muborak bo'lsin. Bayramimiz qut bo'lsin. Hurmatli do'stlar, Boysun bahori muborak bo'lsin. Aziz Surxonim, bu
aziz ona yurt barchamizniki. Hayot haqiqati vatan sevgisi, hayot haqiqati vatan sevgisi. Bu nurli xonadon jonu O'zbekiston. So'nmas qalbimizda do'stlik tuyg'usi, so'nmas qalbimizda do'stlik tuyg'usi. Bu aziz ona yurt barchamizniki. Hayot haqiqati vatan sevgisi, hayot haqiqati vatan sevgisi.